بانک افراسیایی رشد برای تاجیکستان در 3 سال آینده برای طرح‌های اولویتناک 650 میلیون دلار جدا می‌کند. چون این تفاوت روز 3 ایون سال 2023 در ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زفقی زاده با رئیس بانک افراسیا نیکولای پدگوزوف در حاشیه نشست سالانه شورای این نهاد مالیوی به دست آمده است. سامانه رسمی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان خبر داد که در هفته واخوری جانب‌ها مسئله‌های گسترش همکاری‌ها بین جمهوری تاجیکستان و بانک افراسیایی رشد، جلب مبلغ‌های امتیازناک وابسته به تاثیر عامل‌های بیرونی و نقشه ضد بحرانی حکومت جمهوری، لایحه‌های نو افضلیتناک در اساس هدف‌های رشد کشور و دورنمای همکاری‌های میان ملت مورد بررسی قرار داده شدند. زفقی زاده از بانک رشد افراسیا خواسته است مبلغ گذاری‌ها به ساحه اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان برای نائل گردیدن به هدف و افضلیت‌های استراتژی حکومت جمهوری از جمله رشد اقتصاد سبز، صنعت‌کنونی، تقویت اقتدار صادرات، اقتصاد رقمی و ساحه اجتماعی زیاد گرده شوند. در نوبت خود نیکولای پدگوزوف نیز آمادگی خود را برای زیاد نمودن مبلغ گذاری لایحه‌ها در سمت‌های قید گردیده بیان نموده زفقی زاده را اطمینان داده است که صندوق سرمایه گذاری بانک را در جمهوری تاجیکستان تا به حد 5% حجم عمومی صندوق سرمایه گذاری این نهاد مالیوی افزایش می‌دهد. تا امروز از جانب بانک رشد افراسیا و ساختارهای آن در ساحه گوناگون اقتصاد جمهوری تاجیکستان 13 لایحه سرمایه گذاری به مبلغ عمومی 266.4 میلیون دلار از جمله 7 لایحه گرانتی و امتیازناک خزینه افراسیا، 6 لایحه خود بانک به مبلغ 51.4 میلیون دلار عملی کرده شدند. بانک رشد افراسیا سال 2006 از جانب روسیه و قزاقستان تأسیس یافته، بعداً تاجیکستان و ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز به عضویت این نهاد مالیوی پیوستند. حجم عمومی سرمایه گذاری های بانک 10.6 میلیارد دلار را تشکیل میدهند. سرمایه گذاران اساسی بانک افراسیا روسیه و قزاقستان به شمار می روند.